رو منبر رسول خدا رو کردن به مردم، 3 سوال کردن. من المسلم، به من بگین مسلمون کیه؟ تمام مردم یه پارچه گفتن الله و رسوله اعلم، خدا میدونه و خودت. جواب این پرسشو خودش داد. مسلمان کسیه که کل مسلمونا از قدرت او شر نبینن، از زبان او شر نبینن. من المؤمن، مقام بالاتر از مسلم مؤمنه. مؤمن کیه؟ باز گفتن خدا و پیغمبر میدونم. گفت پاسخ این پرسش رو هم خودم میدم. مؤمن کسیه که یه ملت او رو نسبت به مال و جانشون امین بدون. یعنی اگه یه مالی دستش دادن یقین دارن مالو بر میگردن. یعنی اگه در حوادث کنارش بودن یقین دارن حافظ جانشونه. سومین سوال، من المهاجر، مهاجر کی؟ گفتن خدا و پیغمبر میدونه، ما نمیدونیم. گفت کسی که از ظلمت به نور سفر کنه، از باطل به حق سفر کنه، از دنیا به آخرت سفر کنه، از شیطان به خدا سفر کنه، از تمام گناهان به خوبی ها سفر کنه. این مهاجر چقدر زیباست.